امام اصلا اعتقاد نداشت انقلاب اسلامی مقدمه ظهوره. امام اصلا اعتقاد نداشت انقلاب اسلامی مقدمه ظهوره. امام میگفت انقلاب اسلامی بخشی از معمار انقلاب اسلامی میگه انقلاب ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ اسلام پرچمداری حضرت حجت اربعین. فرمود همه دستگاه‌ها برای ملاقات با حضرت مهدی خود را، همه مردم و دستگاه خود را برای ملاقات حضرت مهدی آماده کنند. فرمود ما در انتظار رؤیت خورشیدیم. این متدینی که الان با قیمت مرغ و گوشت و کرایه خونه و نمیدونم این چیزا ایمانشون از دست میره، تو فتنه ها ایمانشون از دست میره. اگه عاشق امام زمان بودن میرسن امام زمان انقلاب اسلامی برای این هستش که سرباز کافی برای امام زمان ساخته بشه تا همه جهان نجات پیدا کنن. اینجوری به انقلاب میتاختن. پیغمبرم اصحاب پیغمبر اصحاب صفه میگفتن اصلا خونه نداشتن، تو مسجد میخوابیدن. آقا امام حسین لشکرش مردم آب نداشتن بخورن، چند پای امامشون وایسادن تا به شهادت رسیدن. آبم نداشتن. فقر، سختی داره، فشار داره، کرایه خونه است. نمیگه همه مردم خیلی تو فشار هستن، انکار نمیکنیم این سختی رو. منم سرطان داشتم، پول درمانم نداشتم، منم اتفاق افتاده، حتی هزینه درمان خودم رو نداشتم. کسی فکر نکنه ما نفسمون از جای گرم. ولی ما باید واقعا انقلاب اسلامی رو اینجوری معنا بکنیم. این همه آیه، این همه روایت راجع به این انقلاب آمده، امام زمان بیاد همه نجات پیدا کنن. وایسید مقاومت کنید. برای همین میگه مسئول جمهوری اسلامی اگر به فکر ایجاد حکومت جهانی حضرت نباشن خائن و خطر سازند. نماینده‌های مجلس خائن داشتیم و داریم، وزرای خائن رو داشتیم و داریم، چون مهدوی فکر نمی‌کنن، چون نمیان یه جوری برنامه‌ریزی کنن از این کشور ثروتمند، از این مردمی که این همه ثروت تو این کشور هستش، مردم دچار این مشکلات نشن. با بی‌لیاقتی و با خیانت به امام زمان انقلاب رو برای نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام نمیدونن. بیانیه گام دوم رو که آقا میگه آقا ما فقط یه آرمان داریم تو این 40 سال، ایجاد تمدن نوین، تمدنی فکر نمی‌کنن. کم داشتیم و کم داریم از این خائنا. هست امام، تو حواست به این امامت داره چی میگه. ببین امام زمان داره چی میگه. رهبر عزیزمون، نائب امام زمان، آدمی که خدا انتخابش کرده آخرین قدم برای ظهور منجی جهانی برداره، ارتش جهانی امام زمان رو بسازه که ما قتل این آقا رو نمیدونیم. واقعا خیلی پا میزن رو به اجانشون توی تفسیر انقلاب اسلامی. واقعا راجع به انقلاب صحبت میکنن چون خشنن، خوبی رو برای همه مردم جهان نمیخوان. امام باقر اصلا انقلاب اسلامی رو بین الطلوعین معنا میکنه، میگه لو ادرکت ذلک لاستبقیت نفسی لصاحب ذلک الامر. اگر من انقلاب ایران رو درک کنم خودم رو برای ظهور حفظ میکنم. یعنی انقلاب اسلامی شروع ظهوره، آفتاب داره میزنه. یه با یه انقلاب اومده لشکر مناسب رو تهیه کنه، امام بیاد همه نجات پیدا میکنیم. تحمل کنید، بیایم لشکر سازی بکنیم، آماده شیم، تموم کنیم کارو.